سلام دوستان، به کانال من خیلی خوش اومدین. من مریم هستم. قراره اینجا کلی داستان‌های هیجان انگیز و ماجراجویی بشنوی. اگه به قصه علاقه داری با من همراه باش. ملا نصرالدین در حال قدم زدن بود که یهو یه مرد کنجکاو با لباس ساده نزدیک اون میشه. سلام ملا، میتونم یه سوال ازت بپرسم؟ سلام پسرم، معلومه که میتونی. بگو ببینم چی تو ذهنته؟ راستش مدت هاست که یه چیزی خیلی فکرمو مشغول کرده. مرکز زمین کجاست؟ دقیقا همینجاست که من وایسادم. همینجا؟ چطور ممکنه؟ خیلی ساده. زمین گرده. هر جا که وایسی مرکز زمین همونجاست. خب مولا، ساده تر از این نمیشه؟ خب مولا، راست میگی. ساده تر از این نمیشه. آره پسرم. زندگی رو هم مثل همین سوال ساده بگیر. گاهی چیزایی که فکر میکنی پیچیده است، جوابش دم دسته. این مالا همیشه یه چیزی میگه که آدم هم فکر میکنه هم میخنده هم یاد میگیره. ممنون که تماشا کردین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. حتما برام کامنت بذارین، خیلی خوشحال میشم. از همراهیتون ممنونم. تا ویدیو خداحافظ.